سلام، پریسا ارسنجانی هستم. به کانال من خوش اومدید. تو این جلسه قراره یه متغیر دیگه از حرکت عصای یوگی رو با هم دیگه یاد بگیریم و اگر اولین بار هست که در این کانال هستید لطفاً ویدیوهایی که توی پلیلیست ها دسته‌بندی شدن رو چک کنید و خیلی ممنون میشم اگه به کانالم سابسکرایب کنید. همچنین اگر دوست داشتید خیلی خوشحال میشم که در کانال تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک با من همراه باشید. خب متغیری که تو این جلسه با هم دیگه یاد میگیریم طبق معمول تمام حرکات عصای یوگی و متغیراشون نیاز به هیپ اوپنینگ دارن، یعنی اگه لگنتون انعطاف پذیری کافی نداشته باشه یکم این حرکت براتون سخت میشه و اینکه توی این حرکت مخصوص ما نیاز به تعادل داریم برای اینکه بتونیم حرکت رو نگه داریم. به غیر از اون نیاز به انعطاف پذیری تو قسمت شونه هامون هم داریم که برای انعطاف پذیری برای شونه ها من مخصوص آموزش دادم توی نکات ضروری که چطوری شونه های انعطاف پذیرتری داشته باشیم. میتونید اون رو چک کنید و به این حرکت بیاید. و همچنین گرم کردن رو نباید اصلا یادمون بره، منتها من دیگه وقت ویدیو رو نمیگیرم که دوباره گرم کردن رو که تو جلسه قبل گفتم دوباره اینجا نمیگم. حالا با هم دیگه شروع میکنیم. اگرم نتونستید انجام بدید حتما با گزینه راحت پیش برید تا به بدنتون آسیبی نزنید. حالا من از پای راستم شروع میکنم و پای راستم رو باید به این شکل بیارم روی پای چپم به حالت 90 درجه تقریبا. بعد با یک دم و با بازدم دست اینجا قسمت شونم رو باید بذارم پشت پام طبق معمول که تمام حرکات عصای یوگی به این شکل هستش. بعد که پامو اینجا گذاشتم سعی میکنم کامل پامو قفل کنم که پام نیفته. بعد سعی میکنم بالا تنمو بیارم بالا. اینجا باید دستمون رو به این شکل بچرخونیم ببریم تو قسمت این فاصله‌ای که هست بین پامون و بدنمون. از این برم دست چپمون رو ببریم عقب و سعی کنیم که به هم دستامون رو قفل کنیم و بعد پای چپمون که رو زمینه رو سعی میکنیم صاف نگه داریم. خودمون به حالت 90 درجه میایم و بعد به آرومی دستامون رو باز میکنیم و پا رو برمیگردونیم. حالا من اینو از کنارم بهتون نشون میدم با پای چپم. پای چپ رو خم میکنیم، دم دست چپ بالا، بازدم دست چپ رو به این شکل میاریم کنار پامون. بعد پامون رو بلند میکنیم. اینجا همینطور که میبینید دست چپ من میره این داخل، دست راستم هم میره عقب. دستامو به هم قلاب میکنم، سعی میکنم که بدنمو 90 درجه نگه دارم، کمر صاف. پای راستی که رو زمینه هم سعی میکنیم صاف نگه داریم. بعد به آرومی برمیگردیم. این از متغیر بود. حالا گزینه راحت اگه نمیتونید این حرکت رو انجام بدید اینه که به این شکل پا رو بیارید طبق معمول که تو جلسات قبلی هم گفتم. پا رو بیاریم به این شکل روی شونمون. بعد دستمون رو از پشت به هم قلاب کنیم به این شکل. من از پشت سر نشونتون میدم و بعد همینجا حرکت رو به حالت 90 درجه نگه داریم و بعد به آرومی برمیگردیم. اگر اینم براتون سخته، مثلا پاتون رو نمیتونید بیارید رو شونه یا دستاتون از عقب به هم دیگه نمیرسه و اینا، گزینه راحت دیگه اینه که پاتون رو فقط خم کنید، زانو رو به سمت کنار ببرید، چون همونطور که گفتم هدف هیپ اوپنینگ هستش، یعنی باز کردن لگن. یک دم میگیریم و با بازدم به حالت 90 درجه به جلو خم میشیم. تعادلمون رو حفظ میکنیم و بعد برمیگردیم. به همین سادگی شما میتونید با گزینه راحت تمرین کنید تا به حرکت اصلی پیش برید. خب اینم از ویدیوی امروز. طبق معمول این تدریس رو با یک جمله الهام بخش، البته متاسفانه نمیدونم از چه کسی هستش، اما این جمله رو توی یکی از ویدیوهای دکتر جو دیسپنزا شنیدم. در عصر اطلاعات جهل یک انتخابه.
خیلی ممنونم از وقتتون و اینکه با من همراه بودید. اگر سوالی داشتید حتما در قسمت کامنت بپرسید. همچنین ممنونم از کامنت های پرمهرتون و اینکه ویدیوهای منو لایک و شیر میکنید و به کانالم سابسکرایب میکنید. هفتگی ویدیوهایی در زمینه موضوعاتی که توی پلیلیست ها دسته بندی شدن خواهیم داشت. منتظر ویدیوهای بعدی من باشید. خدا نگهدار.